شالای گلخوجه هستم با سرخط خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان در خدمت شما از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ جمهوری چخ و ساعت با وقت اینجا 12 دقیقه است. البته ما 3 دقیقه دیرتر چون معمول شروع کردیم و باوری دارم که در چند دقیقه دیگر همراهی ما خواهد بود تا اینکه بفهمید در دنیا چی میگذرد. البته من بازم بعد از 3 ساعت دیگر شما رو در بخش مستقیم تقدیم برنامه خبری رادیو آزادی منتظر می شوم. طفل 9 ماهه با جراحی نوبتی آماده می شود. پرونده مادرش که گویا به بدن او 14 سوزن را جای کرده بود به دادگاه ارسال شد. حادثه اول ماه ایول امسال رخ داده. مقامات مهیا کریم و مادر مدثر کریمفی 9 ماهه را برای صادر کردن این جنایت گمان بردانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگرداندن همسر مهاجرش به چنین کار دست زده است. ادعایی که این مادر رد میکند و میگوید زیر فشار چنین بیانات داده است چون مقامات به او فشار آوردند. اگر گناه مادر ثابت شود به او چند سال زندان تهدید میکند. در برنامه امروز برای شما خواهیم گفت. باید سازمان امنیت و همکاری اروپا به تروریستان منبر ندهد. چنین از نظر نظام الدین زاهدی معاون اول وزیر کارهای خارجه تاجیکستان که در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو با رادیو آزادی صحبت کرد. این مقامدار در مورد دورنمای همکاری حکومت تاجیکستان با سازمان بین‌المللی مذکور و همچنین کاری را که باید سازمان امنیت و همکاری اروپا انجام بدهد حرف زد. صحبت منصبدار تاجیک رو بعد 3 ساعت دیگر در برنامه خبری میتوانید تماشا کنید. پنهان کردن دارایی دلیل برای برکناری. اکنون از مقامداران تاجیک طلب کرده می شود که درباره دارایی‌های خود و نزدیکانشان نه تنها به کمیته انداز بلکه به رهبریتشان نیز گزارش بدهند. معلومات درباره دارایی منصبداران تاجیک با استثنای حالت‌های الهیده آشکار نمی شود و شخصان عادی نمی‌دانند کدام منصبدار در کشور چقدر ثروت دارد. حالانکه در کشورهای غربی و بعضی از کشورهای شوروی سابق چنین معلومات باز است. چگونه یک منصبدار با معاش ثابت که حتی به 1 ماه زندگیش نمیرسد صاحب قصر و کوشک و ماشین های گرانبها می شود؟ با ما بیایید در این موضوع گزارش داریم. در برنامه امروز همچنین از خسارات رسیده از طوفان نیرومند با نام فلورنس در ایالات متحده آمریکا میگوییم که تا حال 200,000 نفر را از استفاده نیروی برق محروم کرده است. در ایالت کارولینا کوچه های شهرهای ساحلی را آب زیر کرده است و طبق پیشبینی هواشناسان طوفان امروز شدیدتر می شود و تا مرز ایالت های کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی آمریکا هم می رسد. همبرایر به جای اندو و یا هواپیمای برزیلی در اختیار شرکت سامون ایر. هواپیمایی که نمود ظاهری عجیب دارد روز گذشته از طرف این شرکت معرفی شد و قرار است از آن در پروازهای داخلی تاجیکستان استفاده شود. در ضمن تا به حال به سمت ولایت بدخشان کوهی تنها یگانه هواپیمای نو ان-28 ساخت شوروی پرواز انجام می‌دهد و اکثر مسافران میگویند از نشستن به این هواپیما و 1 ساعت پرواز کردن و تا رسیدن به ولایت بدخشان میترسند. خوب همراه با شما درباره هواپیمای نو که سامون ایر آن را خریده است معلومات میگیریم چون همکار ما در این باره برایتان گزارش پیشنهاد میکند. خلاصه طوری گفتم بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری در بخش مستقیم آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب پیشنهاد شما می شود و همچنین در www.azadi.org می توانید ما را تماشا کنید.